هی هی اوه قسمت شاهزاده دوستون اعلی حضرت چه اتفاقی افتاده؟ چه برای سر پدر بزرگ اومده؟ دارم میپرسم چی شده؟ لطفاً منو بکشی، لطفاً منو بکشی. مادر لطفاً آروم باشید، آروم باشید و به این بگید چی شده؟ شاهزاده دوستون شاهزاده دوستون بله مادر، دارم گوش میدم. من نبودم، کار من نیست، من کاری نکردم، دارم راستشو میگم. آرامش خودتون رو حفظ کنید. لطفاً توضیح بدید چی شده. خب ایشون وسط غذا خوردن یک دفعه وقتی این اتفاق افتاد باشون بودین؟ شما کسی بودین که غذا رو آماده کرده بودین؟ بله. نه، من نبودم، ملکه طبیب آماده کردن. شما گفتید ملکه طبیب آماده کردن؟ من هیچی نمیدونم، قسم میخورم هیچی نمیدونم. ملکه طبیب، کار ملکه طبیب بود. خدای من چی کار میکنی؟ نه جلوشونو بگیری. درو باز کن. بگید برم بیرون، اگر نه سلاخیشون میکنم. شما حقتون هزاران بار بمیرید تا بهای کاری که با ولیعهد کردین و بپردازید. چطور جرأت کردید به اعلی حضرت صدمه بزنید و برای مادر پاپوش درست کنید؟ خب میخوای منو با شمشیرت بکشی؟ دهنتو ببند. لحظه که رازت با شایلو رفت عفتتون رو به عنوان ملکه از دست دادین و جادوگری شدین که به خاطر این مرد دیوانه شده. زود باش منو بکش، زندگیمو بگیر. به هر حال اگه من بمیرم پادشاه دوباره بیدار نمیشن و ملکه خائنی میشه که پادشاهو کشته. شما شاهزاده دوسونگ به خاطر کشتن ملکه طبیب باید با مجازات بزرگی روبرو بشید. اگه هیچ کدوم مهم نیست منو بکشید. واقعا میگی؟ دارم میپرسم هنوز طرف من هستی؟
چون پدر بزرگ بهت خیانت کرد. میخوای بدونی من طرف ملکه طبیب هستم؟ هستی؟ چرا میخواستی منو ببینی وقتی بهم اعتماد نداری؟ میخواستی ببینی بهشون تحویلت میدم؟ میخوای بررسی کنی و خودت بفهمی؟ به اعلی حضرت فرصت دادم تا بین تاج و تخت و ولیعهد یکی رو انتخاب کنن. ایشون ولیعهد رو انتخاب کردن. الان شاهد عواقب تصمیمشون هستی. منم بهت فرصت اینو میدم تا نجاتشون بدی. حالا تصمیم بگیر. مادرتو انتخاب میکنی؟ یا برادر ناتنیتو؟ انتخاب کن. ولیعهد خائن اومد. بگیریدش. بهم اعتماد داری؟ آره، برعکس تو من بهت شک نمیکنم. باید با شاهزاده دوسون حرف بزنم. برو کنار. در قصر اتفاقی افتاده؟ پدر بزرگ بسوش رفته. منتظر چی هستی؟ خائنو بگیری. کافیه. ولیعهد مشکلی نیست. بهتره بریم. پدرم الان کجا هستن؟ نه. الان چه اتفاقی افتاده؟ چی؟ پدر یه محقق و دزدید. چرا بخش قضایی محقق رو دستگیر کرده؟ پدر نتونستن بهش رسیدگی کنن و به بخش قضایی سپردنش. برای همین ناگهانی منو فرستادین به دیدن بیمار تا این اتفاق رو نبینم. بانوی من، اینطور نیست. پس چرا نمیتونی جواب سوالمو بدی؟ اگه دارم اشتباه میکنم بهم بگو. چرا نمیتونی چیزی بگی؟ چی کار کرده؟ چرا دستگیرش کردن؟ حداقل دلیلشو بهم بگو. معذرت میخوام. ارباب چوی. چیه؟ به خاطر خودم انجامش داد؟ مشکلی نیست که به خاطر بچهش یه فرد بیگناه و نابود کنن، نه؟ پدر من کجاست؟ الان داخله؟ من کاری که گفتید رو انجام دادم. به پدرم پادزهر بدید تا به هوش بیاد.
اعلی حضرت به زودی به هوش میان. بهتره برگردین به قصر. باید در لحظات حساس کنار ملکه باشید. چرا؟ میخوای برای پایین کشیدنشون کار دیگه‌ای بکنی؟ برای همین باید با عجله برم مراقبشون باشم؟ نه اینطوری نیست. اگه برای سر پدرم بیاد یا برادرمو بکشید خودم میکشمتون. و ملکه طبیب اگه عاشقش هستید هر دوتونو. سلام کن. ایشون شاهزاده دوسونگ هستن. شاهزاده دوسون، شاهزاده. ببینم به میونگیون علاقه داری؟ در مورد دخترم حرف میزنم. چی کار میکنی؟ برو کنار. جوابمو بدین. اون حتی نمیدونست شما بودین که دزدیدینش. چرا این کارو کردین؟ خیلی بهش فکر کردم ولی به جوابی نرسیدم. چرا باید حتما اونو بکشین؟ اصلا درک نمیکنم. خواهش میکنم به هم بگین چرا باید اینجوری بشه. توضیح بدین، ازم دوری نکنین. لطفا کمکم کنین درکتون کنم پدر. هیچ وقت نخواستم درک کنی. پدر، قبلا اینجوری نبودین. چرا انقدر عوض شدین؟ کل زندگیتون رو به عنوان پزشک مردم رو نجات دادین ولی الان میخواین یکی رو بابک بکشین. بیرونی؟ لطفاً ایشونو ببرید خونه. اگه ربطی به اتفاق امروز ندارین لطفا نجاتش بدین. وقتی رسیدین خونه زندانیش کن و مطمئن شو که بدون اجازه من از اتاقش خارج نشه. پدر، منتظر چی هستی؟ زود ببرش بیرون. با هم بیایید. چیو؟ دارین ازم قایم میکنی؟ وای خدای من، خیلی بد شکنجش کردن. اون آدمای شرور حقشونه که سنگسار بشن. وای خدای من، وای چقدر بد کتکش زدن. وای بدینش به من، بدینش به من. خودم میتونم. ببینم شما حالتون خوبه؟ ولیعهد. آره خودمم. مشکلی نیست، لازم نیست بلند بشی. من احمق به ولیعهد خیلی بی حرمتی کردم. تو خیلی صدمه دیدی. چطور تحمل کردی؟ یعنی به تو هم تهمت خیانت زدن؟ به ام تهمت زدن که من زردالوی خشک سمی که شما به ام دادین به ملکه دادم. ملکه، بخش قضایی ولیعهد رو دستگیر کردن.
این یعنی پدر. معذرت میخوام ولیعهد. متوجه شدم. پس اینطوری شده. برای همین شاهزاده دوسونگم درسته. این غذا رو ملکه به اعلی حضرت دادن. ولی کار ایشون نبوده، کار ملکه طبیب بوده. اون جادوگر عباسی بود. نگران مادر هستم. قلب رعوفی دارن. حتما خیلی ناراحتن. همش تقصیر منه که ولیعهد تو این وضعیتن. همش تقصیر منه. کدوم مادری پسرشو به این وضع میندازه؟ مادر خواهش میکنم لطفا آروم باشید. قبل از اینکه دیر بشه حقیقتو بهشون میگم. من خیلی احمق بودم و کول ملکه طبیب خوردم. غذا رو بهشون دادم و نمیدونستم که سمیه. همش تقصیر منه. بهشون میگم کار من بوده. هر مجازاتی که بگن و قبول میکنم. نه مادر. باید برم به بخش غذایی. نه، باید برم پیش ملکه طبیب. نه مادر لطفا آروم باشید. ممکن از هوش برید. نباید بذارم ولیعهد به خاطر من بمیرن. نمیتونم این کارو کنم. باید ولیعهد رو نجات بدم. ولیعهد کار اشتباهی نکردن. من باید مجازات بشم چرا ایشون آوردن. کار اشتباهی نکردن. مادر. ولیعهد. مادر. تو بمون اینجا. تو بیا بیرون. ببخشید برادر. تو احمقی. باید چی کار میکردم؟ تو توی این وضعیت چی کار میکردی؟ باید میرفتی دنبال چوی سانگروک. اگه کسی که سمو درست کرده میگرفتی میتونستیم پدر رو نجات بدیم. همونطور که پدر همیشه میگفت باید یاد بگیری اول خودتو کنترل کنی. برادر تو این وضعیت باید قبل از هر کاری دوباره فکر کنی. دوباره فکر کن. اگه من بمیرم تو به تخت میشینی و پادشاه میشی. من واقعا نگرانم. واقعا میخوای اینطوری بمیری؟ راه فراری نیست. نمیدونستم کسی هستی که راحت تسلیم بشی. به شما نمیخوره. اگه من منکر بشم اون وقت مادر به خاطر شورش دستگیر میشن. این چیزیه که تو میخوای؟ اگه این کارو میکنی تا آرومم کنی. مادر چطورن؟ حالشون خوبه؟ نمیدونم که چطور باید بهای پسر ناخلف بودن رو بدم. توی این وضعیت نگران اینی که پسر خوبی باشی. لطفا راهی پیدا کن و از هوشت استفاده کن. لطفا برادر خواهش میکنم. برادر بانوی من به چی فکر میکنید؟ بانوی من چی؟ میدونم که شما نگران محقق هستین ولی چی باعث شده که اینقدر به فکر فرو برید؟ من واقعا خیلی نگران و عصبیم. نگران نباش. کاش میشد بتونم کاری بکنم ولی متاسفانه کاری ازم بر نمیاد. تو دقیقاً
هستی؟ واقعا کی هستی؟ بگو چطوره؟ اینطوری نمیشه. باید بریم. چی؟ نصف شب کجا بریم آخه؟ چرا این وقت شب دنبال بیمارین آخه؟ حوصله بحث کردن ندارم. باید یه کاری کنم ذهنم آروم بشه. چرا ذهنتون آروم بشه؟ فکر کردن به هم راه حلی نمیده. نمیخوام دیگه فکر کنم. اما همین باعث میشه بیشتر فکر کنم. چطوره که نوشیدنی بخورین؟ اگه تو حال خودتون نباشین دیگه فکر نمی کنین. جدی میگی؟ میتونم این کارو بکنم؟ چی؟ صبر کن. بهتر از خدمتکار نوشیدنی بگیرم. واقعا شما میخواین بنوشین؟ این کارو نکنین. خیلی خوب باشه. صبر کن. یادم رفت به جین داروهاشو بدم. همینجا صبر کن، من زود میام. به فرار فکر نکنین. باشه، پس خودت ببر تحویلش بده. از اینجا تکون نخورید. بدون تو از اینجا تکون نمیخورم. اومدم اینجا در سکوت نوشیدنی بنوشم. لطفاً مزاحم نشید. بازم همو دیدیم. من مشتری معمول اینجا. انتظار نداشتم ببینمتون. اگر میخواید برم. نه نمیخوام. منم اومدم توی سکوت نوشیدنی بنوشم. اگه اجازه بدین بعد از نوشیدن میرم. مزاحمتون نمیشم. واقعا که بانوی من کجا قایم شدین آخه؟
میشه یه چیزی ازتون بپرسم؟ یکم پیش تو بخش قول پزشکی دادین مزاحم نشین. ولی بهتون نوشیدنی دادم، اینم در نظر بگیرین. نمیخوام. پس بگیریدش. یکی ممکنه فکر کنه دارم با یه غریبه حرف میزنم، چون شما از زمستونم سردتر هستین. کالدا! کالدا! بله. منو صدا کردین؟ نوشیدنی بیشتری بیار. چشم. ببخشید. ذهنم الان خیلی درگیره. بی دلیل سر شما خالی کردم. معذرت میخوام. ببخشید. معذرت خواهی نکنین. منم روز بدی داشتم. ببخشید از حدم فراتر رفتم. بیایید بنوشیم. چرا اینجوری نگاه میکنین؟ چرا بین این همه آدم شما دختر پزشک سلطنتی هستید؟ بین این همه آدم چرا شما فرزند اعلیحضرت هستین؟ راستی میخواستید از من چی بپرسید؟ خب میخواستم ازتون بپرسم به پدرم چی گفتید؟ اونو بهتره که از خود پدرتون بپرسید. خب امروز توی شفاخونه عمومی شاهد دستگیری محقق بودم. احیانا شما نمیدونین چی شده؟ ندیدینش؟ وقتی بردن شما تو شفاخونه عمومی بودین. در این مورد چرا کنجکاو هستید؟ شک دارم بدونید اون مرد کیه. تصادفاً به فکر واداشته شدم. کسی که در دنیا بیشتر از همه دوستش دارم و بهش احترام میذارم ممکنه که به خاطر من بمیره. منم همینطور. نه، به خاطر سرنوشت من یه فرد بیگناه ممکنه بمیره. باور داشتم که حاضرم خودم به جای اون فرد بمیرم، ولی تنهایی فرار کردم و اینجا دارم می نوشم. نمیدونستم چقدر ترسو هستم. تمام تلاشمو کردم و تا امروز زنده نگهشون داشتم، اما این حتما پایانشه. در آخر ممکنه به خاطر من بمیره. همه‌شون میمیرن. فکر کردم بهش منو دیوونه میکنه، ولی هیچ کاری از دستم بر نمیاد. نگاش کن، من برادر بزرگترتم. نه اینقدر تکون نخوردی که. بهم اعتماد داری؟ آره، برعکس تو من سریع شک نمی کنم.
فکر کنم خیلی نگران من بودی. زخم شمشیره. تو میتونی بهم کمک کنی؟ حتی نمیدونست شما دزدیدینش. چرا این کارو میکنین؟ چیو دارین ازم مخفی میکنین؟ باید یه کاری کنیم اعتراف کنن. ایشون راحت اعتراف نمی کنن. مشاوره جناح مخالف، باید یه کاری کنید که اعتراف کنن. اینطوری شاهزاده دوسونگ ولیعهد میشن و وقتی به تخت نشستن مردم پشت سرشون حرف نمیزنن. باید ولیعهد متقاعد کنین. اگر چیزی که لازم نیست و بگن بقیه نقشه خراب میشه. در این صورت شرایط برای ما دوتا خوب پیش نمیره. ملکه، لطفاً خودتون رو جمع و جور کنید. اگه بازم چیزی نخورید و چیزی ننوشید. ملکه، باید ببینمش. ملکه، فرمانده نگهبان سلطنتی از اتاق محافظت میکنن. شما نگران نباشین. ملکه، 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 خواهش میکنم ملکه. چشم. هی! منم برم؟ به نگهبانان بیرون بگو برن. تو هم تو تالار جلسه منتظر بمون. حتما. همگی برید. حالتون چطوره؟ گربه نگران موشه؟ از حد خودتون نگذارید. واقعا اینطوری فکر میکنی؟ این وضعیت شما منو واقعا ناراحت میکنه. ازم چی میخواین؟ برای من پاپوش دوختین و اومدین به دیدنم، ره؟ حتما یه چیزی ازم میخواید. بهم بگید. لطفاً بمیر. ملکه از کودکی مثل بچه خودشون بزرگتون کردن. شاهزاده دوسونگ شما رو برادر واقعی خودشون میدونن. فقط شما میتونید اونا رو نجاتشون بدید. چرا باید این کارو بکنم؟ شما یادتون رفته که چرا اینجا هستم؟ مهمتر از همه باید اعلیحضرت رو نجات بدید. اگه میخواید نجاتشون بدید هر کاری میگم انجام بدید. اگه گوش بدم و بمیرم پدرم هدف بعدی شما میشه. درست میگم؟ وقتی که پدرم زنده هستن دوسونگ نمیتونه پادشاه بشه.
دارین غیر منطقی حرف میزنه. غیر منطقی؟ اگه بخواید میتونید وزیر جنگ رو مجبور کنید تا با ملکه طبیب و چوی سانگروک وارد جنگ بشن. چرا بدون شورش از ملکه طبیب اطاعت میکنید؟ فکر میکنید دلیلشو نمیدونم؟ اگه بتونید دوسونگ رو به تخت بشونید، اگه بتونید پدر بزرگ پادشاه بشید و قدرت کسب کنید، لازم نیست نگران بیوه شدن دخترتون بشید و میتونید به پدر صدمه بزنید بدون اینکه عذاب وجدان داشته باشید. اگه دارم اشتباه میکنم منکرش بشید. هرچی هم که بگم باور نمی کنید. پس هر طور دوست دارید فکر کنید. ولی اگه میخواید حالا ازتون نجات بدید و همینطور کسایی که براتون مهم هستن باید حرفمو به خاطر بسپارید. باید یادتون باشه که اگه قصد داشته باشید به پدر صدمه‌ای وارد کنید، بهای سختی رو پرداخت میکنید. ملکه داخل چه اتفاقی افتاد؟ ملکه خوبید؟ چه اتفاقی افتاد؟ ولی چی گفتن؟ بدون مقاومت قبول کردن؟ چرا ملکه اونجا بودن؟ صداشون زده بودید تا ولیعهد رو متقاعد کنن؟ منظورت چیه؟ مگه ملکه داخل زندان بودن؟ اگه گوش بدم و بمیرم، پدرم هدف بعدی شما میشه. و وقتی که پدر زنده هستن، دوسونگ پادشاه نمیشه. ملکه باید زودتر به قصرتون برید و بخوابید. بهت که گفته بودم تا وقتی پادشاه بیدار نشن کاری نمیکنه. حالا که فهمیدی برو. ولی ملکه داری چی کار میکنی؟ برو کنار. ملکه دستور دادن که امروز هیچ کسی نمیتونه وارد بشه. کسی؟ تو نمیدونی من کی هستم؟ من پدر ملکه هستم. هر کسی هم که باشین حق ندارین به همین راحتی وارد شین. چطور جرأت میکنی؟ منتظر چی هستین؟ بهش بگید من اینجا وایسادم. الان بگید منتظر چی هستید؟ معذرت میخوام قربان. چطور جرأت میکنی؟ لطفاً از اینجا برین وگرنه بهتون صدمه میزنم. چطور جرأت میکنی؟ زودتر برو کنار. ملکه من باید باتون حرف بزنم.
لطفاً بهم اجازه ملاقات بدین ملکه. خواهش میکنم. لطفا از اینجا برید. ملکه لطفاً. فرمانده نگهبان سلطنتی، تا وقتی اجازه ندادم حق ندارید. بذارید کسی داخل بیاد. چشم ملکه. همسرم، به زودی به قصر میریم. نمیتونم تضمین کنم که بازم به دیدنت میام. لطفاً مراقب گون باش. وقتی در آینده مردم، منو کنار مادرت دفن کن. گون؟ بله پدر. قصر پر از شمشیر خائناست. بله پدر میدونم. نه اصلا نمیدونی. وقتی که پادشاه بشم و تو ولیعهد بشی، خیلی از افراد که دنبال قدرتن از پرواز کردن جلوگیری میکنن. کلمات حتی از شمشیرام تیزترن. سعی میکنن قدرت قضاوت از بین ببرن. سعی میکنن نقاب وفاداری بزنن و با دروغ در مورد بقیه تو رو گول بزنن. در آینده هرچیم که بشه بهم قول بده مراقب مادر خوندت و برادرت باشی تا هیچ وقت صدمه نبینم بزنم. نگران نباشین پدر. پسرتون مراقب مادر و برادرش خواهد بود. به من اعتماد کنین. ولیعهد، ساکسو من اعتراف کردیم کار ما بوده. شما هم تظاهر کنین چیزی نمیتونین باشه. درسته. اعتراف میکنیم که شما بیگناهید. ما مجازاتشو گردن میگیریم. وفاداری شما خیلی واضحه، ولی میخوان من به پایان خط برسم. کارتون بیفایده است. ولی به هر حال باید با ملکه طبیب صحبت کنم. بهشون اطلاع بدین. ملکه دواگر وارد می شوند.
حالا میتونید سرهاتون رو بلند کنید. اتفاقی که برای اعلیحضرت افتاده باعث شده که مردم نگران بشن. کسایی که درگیر این مسئله بودن بخشیده نمیشن. از گناهکاران بازجویی شده و همه افرادی که دخیل بودن پیدا شدن. یک گروه تحقیقات موقت برای این مورد ساخته شده و مسئول پیگیری هستند. چشم ملکه! ملکه طبیب برای بازجویی رسمی از گناهکاران در حال حاضر 3 افسر قضایی قانون رو برقرار میکنن، ولی جایگاه ژنرال باسپورس خالی است. بهتره هرچه زودتر یک نفر رو برای این جایگاه مشخص کنید. شما کسی رو برای این جایگاه پیشنهاد میدید؟ من وزیر یونگ جونگده از وزارت هانگ سونگ نظری دارم. پزشک سلطنتی چوی سانگ روک به نظر بهترین فرد برای این جایگاه هستند. چوی سانگ روک شاید فقط پزشک باشن، ولی از خانواده خوبی هستن و یه بار قرار بود وزیر بشن. آزمون مردمیرم قبول شدن، ولی برای این دولت خیلی جنگیدن. هیچ وقت علاقه به قدرت نداشتن. ایشون شخصیت درستکاری دارن، یه الگو برای مقامات هستن. هیچ کس جز ایشون فرد مناسبی برای این جایگاه نیست. لطفاً به پیشنهاد من فکر کنید. پیشنهاد دیگه ای نیست؟ پیشنهاد وزیر یون خیلی منطقی. لطفاً بهش فکر کنید ملکه. لطفاً بهش فکر کنید. چوی سانگ روک جلو بیاد. من چوی سانگ روک رو ژنرال بازرسی اعلام میکنم. اطاعت میشه بانوی من. مشاور جناح مخالف چوی سانگ روک مدیر اصلی رسیدگی به قصر سلطنتی هن. تا وقتی منشی سلطنتی جایگزین بشه ایشون به کارشون رسیدگی میکنن. آگاه باشید. همگی اطاعت میکنیم. همگی از شما اطاعت میکنیم. کارمند ممیزی و رئیس بخش آموزشی. بیا حرف بزنیم. الان آدماشون رو به قدرت نشوندن، نباید طرف اشتباهی رو بگیریم. پس میخوای باهاشون همدست بشیم؟ آره؟ منظورم این نیست. ما باید از جایگاهمون مطمئن بشیم. صبر داشته باش، اون لحظه میرسه. پدرزن پادشاه مدیر اصلی رسیدگی به قصر سلطنتی رو از دست داده. مشاور جناح مخالف به راحتی تسلیم نمیشه. شایعاتو نشنیدی؟ کدوم شایعات؟ پزشک سلطنتی چوی، یعنی خب ژنرال باسپورس، دخترشون به زودی همسر ولیعهد میشه. شاهزاده دوسونگ هنوز ولیعهد نشدن. هیچی نشده همسرشون انتخاب شده؟ وقتی بازجویی تموم بشه سریعا این اتفاق میفته. احتمالش خیلی زیاده، آره. انتخابشون به عنوان ژنرال باسپورس و منشی سلطنتی برای محدود کردن ماست و الانم به عنوان مدیر اصلی رسیدگی به قصر انتخاب شدن. حتما به این جایگاه رسیدم، چون ما رو کسایی میبینن که نمیتونیم اوج بگیریم، ولی اونا میتونن.
بهت افتخار میکنم. وقتی بازجویی شروع بشه چطوری به ولیعهد رسیدگی میکنن؟ به نظر حالتون خوب نمیاد. برای وقتی شاهزاده دوتونگ ولیعهد بشن، مشاور جناح مخالف پدر رو به قتل میرسونن. بعدش هم شما و چویسانگو میکشن. داری میگی نگرانم هستی؟ اگه میخواید زنده بمونین، باید مطمئن بشید که پدر زنده میمونن. به دوتونگ گفتین که بین من و مادر یکی رو انتخاب کنه، ولی در جایگاه شما حق انتخاب ندارین. برای زنده موندن باید خوب ادامه بدین. برای همینم باید مراقب پدر باشید. فقط خواستم بهتون اطلاع بدم. در آخر میتونم یه چیزی بپرسم؟ تمام لحظاتی که با من بودین همه اونا تظاهر و دروغ بوده؟ اگه لحظه ای از قلبتون بوده، از زندگی نگهبان و هانسونگ بگذارین. آخرین درخواست منه. بذارین برم کنین. مادر لطفا نجاتم بده. مادر برم کنین. مادر پسرم رو ول کنید. نمیتونید این کارو کنید. کمکم کنین. نه بذارید پسرم بره. شاهزاده گوان جان نه. نمیتونید شاهزاده من نه. بذارید زنده بمونه. ولیعهد لطفاً بذارید برم. میشه لطفاً از زندگیش بگذارید. انگار دوباره دارم از دست دادن شاهزاده گوانچانگو تجربه میکنم. نمیتونم این درد رو تحمل کنم. حداقل بذارید زنده بمونه. زندانیا بیارید. آماده بازجویی بشید. لطفاً بیدار شید اعلی حضرت.
و همسر احمقتون رو مجازات کنید. لطفاً جون ولیعهد رو نجات بدید. تو با سم اقدام به قتل اعلی حضرت کردی؟ این اتهامو میپذیری؟ وقتی پدرم مسموم شدن من بیرون از دیوارای قصر بودم. آن جانگ سون با ولیعهد کار میکردن. اعتراف کرده شما دستور دادین غذای مسمومو به قصر ملکه ببرید و هانگ سانگ سو اونو به بانوی دربار قصر ملکه دادن. مطمئن شدیم که هانگ سانگ سو و بانوی دربارچو از قبل اعتراف کنن و با جزئیات بنویسن. همچنین ملکه گفتن که اون سم توسط شما فرستاده شده. آیا حقیقت داره؟ درسته. خودم از ملکه اینو پرسیده بودم. این درست نیست. مرا شد پا پشت دوختن. به آسمانها قسم که ولی چی نمیتونستن. پا پشت دوخته شده. وقتی اعلی حضرت حالشون خوب بشه کسی که این کارا کردن و هرگز به هیچ عنوان نمیبخشن. همینطوری وای نستید. دهانشو ببندید و خفش کنید. چشم. با این اعتراف موافق هستی؟ میخواید بگید که ملکه به قوه قضایی دروغ گفتن یا قبول میکنید که خودتون اعلی حضرت رو مسموم کردید؟ قسم میخورم که اعلی حضرت رو زنده نگه میدارم. جواب بدین. پاپوش دوختن یا نه؟ بیدار شدیم. اعلی حضرت، اعلی حضرت.